باجگیری عاطفی فقط تو روابط دوستانه و خانوادگی نیست. یه سری سرکارم از این حربه استفاده میکنن تا مسئولیتشون رو بندازن گردن بقیه. مثلا تو هر چیزی تهدید میکنن و میگن همینی که هست، نمیخوای برو. یا از خودتنبیهی و عذاب وجدان استفاده میکنن و میگن باشه نکن، پس ما هم تعطیل میکنیم میریم خونمون، فقط بدون تقصیر توئه. شاید برن تو فاز قربانی و بگن این همه جات کار کردم، این جوابم، بشکنه این دست که نمک نداره. یا همش وعده وعید بدن حتی اگه خودشون هم متوجه نشن. مثلا بگن ببین تو این کارو بکن، عوضش فلان پست که خالی شد تو رو میذاریم اونجا. کسایی که یه ریز معذرت خواهی میکنن یا از اون طرف مرغشون یه پاده رو هیچ چیزی رو قبول نمیکنن، کسایی که فکر میکنن خیلی فداکارن و خودشون رو وقف کار کردن، یا کسایی که تو همه حرفاشون اینه من صلاحیت رو میخوام، بیشتر درگیر باجگیری عاطفی میشن. باجگیری عاطفی یه بازی دو طرفه است. برای اینکه توش گیر نیفتیم باید متوجه اصولش بشیم. برای همین بهتره هر وقت حس کردین داره از احساساتتون سوء استفاده میشه، بگیم باید رو پیشنهادی که دادی فکر کنم. لازم نیست همیشه زود جواب بدیم.